بسم الله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد یک موضوعی است در باره جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه یأتی زمان علی امت، یک زمان بر بالای امت من میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که میفروشه یبیع دین من عرض دنیا، میگه همین دینش میفروشه برای اندک مال دنیا. به سوی خداوند تبارک و تعالی پناه میبریم از این عمل زشت. پیامبر میگه همین تا زمان میاد بر بالا همین امت که دینش برای اندک مال دنیا میفروشه. خدای مهربان نگه بداره. در هر سیستم، در هر گوشه و کنار دنیا هست برادر خواهر عزیز و مهربان، برای اندک مال دنیا، برای اندک فتنه دنیا دینتون نفروشه. حضرت علی کرم الله وجهه میگه همه چیز نعمت، بهترین نعمت این دین است، اسلام است. در دیگر حدیث که این حدیث هم دولت بر همین حدیث میکنه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه یک زمان بر بالای امت من میاد که مال دنیا را جمع میکنه، فکر نمیکنه که همین مال از راه حلال اومده است یا از راه حرام. به همین خاطر کوشش کنه که برای مسلمان چگونه که وقتی کلمه عرضه میکنی مسلمان میشه، برای مسلمان هم فرضه که رزق حلال طلب کنه. هر مسلمانی که الحمدلله میگه مسلمان میشه، رزق حرام طلب میکنه، در پی رزق حرام میشه، الله باکی نداره که اون نماز میخونه یا روزه. اگر خطا نکنم انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث روایت میکنه، عبدالله ابن عمر هم روایت میکنه. پیامبر میگه اگر روزی دراز در هوای گرم اگر شما تا وگه روزه بگیره و شب تا پگاهی را میگه نماز خونه، پیامبر میگه اگر از حرام پرهیز نکنه خداوند محتاج این نماز شما نه روزه شما. به همین خاطر کوشش کنه که یکی از سبب هایی که امروزه دعاهای ما چی از اهل علم چی از دیگر ایشان زاده و از همه قبول نمیشه، این از حرام خوری انسانیت است. چی کسب حرام اختیار کردن، یا اینکه از راه ریبا، یا اینکه رشوه، یا حقیه مسلمان خوردن، یا ظلم کردن، یا تهمت کردن مال یک مسلمان گرفتن. امروز در جامعه بسیار میبینی، علل خصوص در مهاجرت نگاه که بسیاری برادرها هستند، شکایت ها بسیار میشه. میگه برادر تاجیکی خدمت میگه مسلمان ای فلان شهر میگه همچی یک پررب میگن در حاضره کلونتری ما بود پلافن کرده است، گرفته است، برفته است. با بعضی هاش حاجی شدن چند بار حج رفتن، رشو دارن از بر بالا میشینن، با در وطن رفته بگیم خیر صدقه میکنن. قسم به الله که من اترا آفریده است از مال حرام حدثه که به دست میاریم کسب میکنیم و اگر صدها میلیون هم صدقه کنیم، الله مهربان او صدقه هایی که ما کردیم او را هیچگاه به درگاهش قبول نمیکنه، به خاطر که از مال حرام است. به این خاطر کوشش کنه که یکی از دعاهای امروزه در مسلمان ها مستجاب نمیشه، این حرام خوری مسلمان ها. کوشش کنه که حق همدیگر را نخوری، کوشش کنه که حق حلال طلب کنه، کسب حلال طلب کنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کسب حلال طلب میکنه، محنت حلال میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فضیلت همو انسان میگه مثل شهیدی در راه الله. هر کسی که از مال حلال شکم زن و فرزندش سیر میکنه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه مثل شهیدی در راه الله. خوب توجه کنه، در هر کجا که باشه برادر اهل اسلام کوشش کنه که رزق حلال طلب کنه، از رزق حرام پرهیز کنه. و یکی یک متل تاجیکا دارن، از راه هم بزنی صدقه که او را یک طرف نه، فردا روز قیامت الله همه من را رسم میکنن. همه اون کسایی را که کیدت کردیم، فریب کردیم، حرام خوردیم، حق مردم خوردیم، اگر 100 بار هم حج بریم الله مهربان و حج من را قبول نمیکنه. یک بار حج بره، یک بار یک صدقه کنه که از راه حلال کنه، از حرام پرهیز کنیم، از پرسنتی حرام پرهیز کنیم. بسیار کسبای حرام. بعضی ها هستن که دخترها را میبرن برای زنا کردن پول میگیرن، یا عرق میبرن پول میگیرن، دیگر کارهای حرام میکنن، سگ بازی میکنن پول میگیرن. همه اینها کسبای حرام است برادران. کوشش کنی از این کسبای حرام پرهیز کنی، الله مهربان من اترا هدایت میکنه. یکی از صحابه های بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو سعید خدری میگه پیش پیامبر اومدم شکایت کردم یا رسول الله من دعا تعلیم ده.
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا ابو سعید من ترا بفهمونم چیکار کنی که دعایت قبول میشه. گفتم خدا و پیامبرش دانای. گفت کوشش کن که حلق تا زبان تا دهن تا از لقمه حرام پرهیز کن. کوشش کن به این دهنی که الله داده است حرام نخور، حرام رفتار نکن. به این خاطر هر کجا که باشه برادران اهل اسلام کوشش کنه که رزق حلال طلب کنه، از رزق حرام به درگاه خدا پناه بره. خدای مهربان من ترا هدایت برای راست کنه، از حرام خوردن خدای مهربان من ترا هدایت کنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.